به دل آفتابی ای محبت، به دل آفتابی ای محبت، به دست ما کتابی ای محبت، به دست ما کتابی ای محبت. آفتابی ای محبت، به دل آفتابی ای محبت. مونس و غمخواری ما، سرور و سرداری ما. مونس و غمخواری ما، سرور و سرداری ما. شادی روزگاری ما، مادری خوشروی من، مادری دلجوی من. سرور و سرداری ما، مادری خوشروی من، مادری دلجوی من. زاده ای صبر و قرار، روشنی شام تار. زاده ای صبر و قرار، روشنی شام تار. حسنی بروی بهار، مادری خوشروی من، مادری دلجوی من. حسنی بروی بهار، مادری خوشروی من، مادری دلجوی من. هر گپی تو شیرین است، معنی آن رنگین است. هر گپی تو شیرین است، معنی آن رنگین است. قند و عسل برین است، قند و عسل برین است.
مادری خوشروی من، مادری دلجوی من، مادری خوشروی من، مادری دلجوی من، مادری دلجوی من. بیننده های عزیز و ارجمند، درود به شما. ما با یک ترانه مرغوب در وصف مادر برنامه خویش را آغاز کردیم. البته مادران سناخوان فرزندان هستند. مادر است که در عائله همدیگر فهمی، مهر و محبت، وحدت قوی پایدار است. وحدت عائله، این وحدت جامعه میگویند که راست است. ما برنامه آفتاب محبت را بخشیده به روز وحدت ملی برایتان اهدا می‌داریم. سرآغاز ما می‌خواهیم یک پارچه نواری را که همراه تماشا کنیم، بعد صحبتمان را ادامه می‌دهیم. ما را همراه باشید. در دوران صاحب استقلالی کشور تمام کوچه و گلگشت‌ها، محله‌ها، شهر و ناحیه‌ها آباد و زیبا گشته است که این عمل پیش از همه به عائله، به زن، مادر وابسته بوده. آن از بزرگی مادر تجسم می‌یابد که مادر آفرنده نسل‌ها و سازنده اصل‌هاست. بیشک او چراغ خاندان، ادامه دهنده نسل انسان، تربیت دهنده و به کمال رساننده فرزندان، اینچنین نگهدارنده زبان، تاریخ و فرهنگ ملی است. این مسئولیت بزرگ مادران را وظیفه‌دار می‌سازد که در برابر نگاه و بین و پرستاری و کمالات معنوی و جسمانی فرزندان خود، آنها را در روحی خودآگاهی و خودشناسی، هویت و افتخار ملی و تندرستی و وطن پروری و حامی مرز و بوم تربیت نمایند. اگر آبادی و ثبات جامعه از آسایش و آرامی هر یک عائله وابسته باشد، در نوبت خود آبادی هر یک خاندان از روحی سالم و سازنده، سطح معنویت و معرفتناکی زن مادر وابستگی خیلی بزرگ دارد. بانوان صاحب ابتکار و تشبثکار و سازنده خیابانی به نام اسماعیل سامانی، بینای 20 محله به اصطلاح کپیراتور اقدام پیش گرفته، بخشیده به عید وحدت ملی و به استقبال 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، برابر سرسبز و زیبا نمودن گرد و اطراف بینای خویش با شناندن درختان آرایشی، گلهای رنگین و معطر سهم گرفتند و آنها این بار نیز دالان خاندان خویش را با گلهای صدبرگ آرایشی منقش کردند که چشم هر راهگذر و بیننده و مهمانان را به خود جلب می سازد. البته این زیبایی و هنر زیبایی پرستی از عائله و وحدت عائله منشأ می گیرد. این تشبثکاری ها و اقدام های نیک مهر وطن دوستی و میهن پروری را در قلب کودکان و نورسان نیز بیدار می سازد و آنها در نوبت خود از تجربه کلانسالان محله برداشت کرده این عمل را به خود کسب می نمایند. می گویند که عائله یک جزئی تام خردکی که جامعه است، بزرگترین تبدلات های جامعه را به وجود می آورد. ولی کودکان از آوان خردی هرچی آموزانی همان را می گیرند. راست است. از لای خام والدین حیات دیده کلال می آفرند، یعنی خامها را پخته می سازند. دانش می دهند و علم و هنر می آموزانند. معرفت سخن گفتن می آموزانند و فرهنگ عائله داری را یاد می دهند که جمع الجمع این بنیاد عائله است و وحدت کامل نیز از عائله سرچشمه می گیرد. وقتهای فارغ از کار یا تشویش‌های روزگار، بانوان این محله، مادران سناخوان در حلقه خویش جوانان را فرا گرفته پند و نصیحت، آموزانیدن آداب روزگارداری
و به دیگر عملهای نیک انسانگرایی مشغول می شوند. این از سعادت زندگی، هدف اصیل انسانگرایی، وحدت عائلوی. بیننده های عزیز و ارجمند، چقدر که هر یک شما آگاهی پیدا کردید، البته زن، مادر این سرچشمه مهر و محبت است. کجایی که زن است آنجا آبادی است، آنجا مهر و محبت است. ما برنامه خویش را وحدت عائله نام نهادیم که البته اگر در خاندان وحدت باشد آن به جامعه میبراید. همینطور مادران ارجمند، در محفل آفتاب محبت 4 نفر بانوان یعنی سابقه داران ساحه معارف شرکت دارند. من یکی شما را خوش آمدید میگویم. معلمه ارجمند منیره اعظم و اصلا وحدت عائله از نگاه شما همچون یک آموزگار. مرحمت. هدیه بانو، نام گذاشتن به امروز برنامه وحدت عائله به سبب نیست. بیهوده نمیگویند که زرگر زر رو میشناسه، اما برای شما موضوع رو همچون روزنامه نگار بسیار ناب، بسیار جالب انتخاب کرده. در عرفه روز وحدت ملی، وحدت تاجیکان دنیا، وحدت تاجیکستان عزیز، وحدت زن، مادر، وحدت همه باشندگان تاجیکستان، اگر سوال کنیم یا فکر کنیم از کجا آغاز می آمد، سوال کردید. البته اساس هر یک دولت و هر یک جامعه این عائله است. من وقتی که کودکی به خاطر میبرید، من وقت همین گونه میگذرد که کدام روز کودک بودید، الکی بزرگ هستید، به خاطر میارید علی مادر، همون سری دسترخوان نشستن با پدر مادر، همراهی اعضایان عائله، خواهر و برادر و سرگرمی کارهایی که در عائله به انجام میرسانیم، مهر و محبت هایی که پدر مادر با تربیت خود به فرزندان میدهند، همین به خاطر میآید و میگوییم که وحدت از عائله سر میشود. عائله این که عائله پدر مادر بابا بیبی دادر خواهر. خودم هم به خودم سوال میدیم که با کدام راه مادرم ما رو تربیت کرده. ما یکان بار ندیدیم که سری دسترخوان علاهیده امروز ساعت تربیوی باشده همین گونه تربیت میکنم گفته باشن، لیکن از رسانه ها، از تجربه که چقدر سال زندگی کردیم میبینم که تربیت یک مرامی است، یک مجرایی است که ناعیان به من شما می آید. حلقه پیوند شده میاد از پدر مادری من شما، از بابای و بیبی، از همانی که از خواب بیدار شد فرزند از خردیش می آموزانه. السلام علیکم گفتی، سلام دادی، از خواب خستی، دست روی داشت شستی. من فکر میکنم همین است وحدت. خود کلمه وحدت یگانگی، سرجمعی، هم فکر بودن، اویدی این یا اون مسئله در یک فکر بودن. این وحدت است. همین وحدت اگر پدر رو همچون ستون خاندان احترام کردن اعضای عائله از همسر سر کرده، من فکر میکنم که این وحدت است. اگر پدر مادر خاندان رو، همسر خود رو، مادر فرزندان رو احترام کنن، این وحدت است. خود کلمه وحدت یگانگی، احترام، همدیگر فهمی، ارج گذاری است. فکر میکنم از سرداران عائله اگر پدرم بیبیم آچم اگر حرمت کرده باشم، من حالم از خاطرم نمیره. برای چی؟ سری دسترخوان وقتی که می نشستیم خوراک شام یا سحر، اولین کاری که پدر به انجام می رساندن احوال پرسیدن مادرشون. اگر بیگاه باشد از کار آمده، مادر دیده بدخانه می آمده، یا خوراک کشیدن، مادر طعام تیار کردگی می آوردن سری دسترخوان، سوال اولینه که می دادن مادرم با خوراک فرستادیتان یا نه. من فکر میکنم همین گونه همدیگر فهمی برای ما این یک عنعنه یا یک نظام یا ترتیبی بود که خوراک اول آچم بمیره کشیده میفرستانیم، یا خانه ما باشن اول همین آدمی کلام به پدر به مادر به ثانی فرزندا. همین گونه تربیت این وحدتی عائله است. بینید که به هر یک اعضای عائله
این گم نشده است امروز هم. یک وظیفه خود خاص است. احترام پدر مادر به مادر. من اینجا سابقه دارا نشستم برای مادر گپ نزن که گناه است. وحدت در عائله است که در محله می شود. وحدتی که همدیگر فهمی که در محله می شود. من شما سخن کرده گفتید که همدیگر فهمی باشندگان محله کپیرات اینجا جمع آمدن. محله اگر آباد باشد همان شهر آباد است. بله. همان دیه آباد است. همان جایی که آرامی است صدا میکنن، خلاصه میکنن، میگن که ها آنجا کی راهبر باشه. اگر در عائله گن که پدری خاندان کیم است، مادر کی هستند، کدام کسب دارند، با کدام شغل مشغول هستند، هنرمند هستند یا اینکه کارمند دولت هستند، فرق نداره کی سردار میگه. همون برای من فکر میکنم از سردار عائله، از بابای و بیبی حلقه پیوند با واسه ژنتیک میگوین، علم ارثیت، همین گونه من شما می آید که تاجیکا عائله داری ارج میگذارن. اولاد و حلقه پیوند اولاد ارج میگذارن و عائله و در آنجا فضای می شود که آرام، آسوده، همدیگر فهمی و عائله بگذار خانه چند آشیانه نداشته باشد، بگذار یک کلبه خاکسارانه باشد، لیکن می نماید به مانند قصر. بله. قصری معنویات، قصری همدیگر فهمی، قصری وحدت. بله. که از آن آدم بهره میبرن، الهام میگیرن و کوشش میکنن که رنگ همه هم شود، مایم باشیم. ما در عرفه 29مین سالگرد وحدت ملی جمهوری تاجیکستان قرار داریم. از عائله سر میشه. پیشوای معظم ملت مادر به دنیا آوردن، در عائله پرورش کردن، ناعیان همون معنویات دادن، یگانگی دادر و خواهر خبر گرفتن. ببینید در پیامشان میگن این هم وحدت است. عائله را میگن که از همه داروواری های دنیا بهترین داروواری آنی است که دادر به خانه خواهر رود، از احوال مادر پرسد، فرزند همدیگر پرسند. من وحدت است. ببینید پیشوای معظم ملت حلقه پیوند میکنند. ما خوشبخترین ملت هستیم، ما خوشبخترین مادران هستیم که در همین گونه سرزمین زندگی میکنیم که بهشت میمونم. این جایی که نشستیم آخر. من پگاهی رسم اینجا بر وقت آمدم و گفتم احسن به جناب عالی که ما همون ریشه های اجدادی گم نمیکنیم. همین پابرجا کردن. من امروز بلند آشیانه ها به زندگی میکنیم. خیلی تاریخ هست، یک جا نمیسته، لیکن موضع های هستن که میبیاید میگوید این خانه ما بمونن، اینجا حوله ما بمونن. و اگر پزمان همون منظره ها شوید آمده اینجا سیر میکنید، ببینید بزرگی پیشوای معظم ملت که حلقه پیوندهای پیوند کرده، گم شدن به نمیده. این است یگانگی، وحدت، همدیگر فهمی. من فکر میکنم هدف دولت و هدف برنامه های دولتی و این برنامه های تلویزیونی هم همین است که پیگیری همین سیاست پیشوای معظم ملت باشیم، حلقه پیوند گم نکنیم. پیشوای معظم ملت همه ما از پی خود برده ایستاده میگن که نه، ما ریشه خود را داریم، ما تمدن خود داریم، ما ملت خود داریم، دولتی خود داریم که تاجیکستان امروز در دنیا میشناسن. همه افتخار میکنن، میگن تاجیکستان به پیش. خود درهای کشاد سیاستی پیشوای معظم ملت هم از عائله داری سر میشه. برای چی گویید؟ همه همسایه داد و گرفت میکنه، خوراک تمام تیار میکنه، همسایه میفرستانه یا همسایه مو میتین. فکر میکنم و تمنا میکنم که تاجیکستان با راهبری پیشوای معظم ملت همین خیلی همه وقت گلبیز و گلریز باشه. بیننده‌های عزیز، چقدر که ما تاکید کردیم بانوان سازنده، صاحب ابتکار، تشبسکار، آموزگاران آمدن و خوش آمدن. من میخواستم که در بابت کارهای آبادانی، سازندگی، گلکاری،
سبزکاری های خیش چند سخن گفته باشند. همصحبتی من هستم بیننده های عزیز و ارجمند کرامت خان یعقوبی. سال 2026 برای مردم تاجیک سالی بسیار تاریخی است، زیرا مردم تاجیک شرفمند 35 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان روز وحدت ملی شکوفایی وطن را تجلیل می‌گیرد. چطوری که اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت در پیامشان درج کردند، باید هر یک تاجیکستانیان وطن خودشان را دوست دارند، وطن خود را آباد گردانند. از همین طریق ما اقدام گرفتیم که 185 عدد بینوی لوج خود را با گل و گلزار گلپوش نماییم و با اشتراک همه فعال زنان این کار را به اتمام رساندیم. هر یک شهروند، هر یک باشندگان باید جای زیستش را آباد گرداند، سبز و خرم گرداند، گل و گلزار گرداند. ما همین اقدام را به عهده خود گرفته با فعال زنان همین بینو زیاده از 185 لوژهای بینا را با گل و گلپوش آرایش داده به سیمای شهر با یک سیمای زیبا بخشیدیم. ما این اقدام نیک خود را برای نسل نوروز یک نمونه عبرت آموزاندیم. بگذار به کاری ما پیروی گردانند. من امروز بسیار موضوعی با مورد شد درباره وحدت اویله داری. در اویله ستون خاندان اگر مرد باشد کوپرکش مادر زن می باشد، پدر سرور و سردار، مادر باشد تربیتگری هر یک فرزند، هر یک اویله. اکنون از نگاه من، از تجربه حیات من، زن مادر باید کوپرک شود، چون که در حیات هر خیل نشیبو هست، پستی هست، بلندی هست. باید که ما کوپرک شیم، از همین کوپرک به ما و فرزندای ما گذرند. اکنون ما باید که حاضر زمان با هم تو اگر نگاه کنیم، اگر بسیاری مادران، بسیاری جوانان فقط زهر و زیور و من این لباسای خوش رو زینت دادگی، من میخواستم که بسیارتر خلق و اسلوب و آداب، انتظام، اویله داری، نگهداری اویله، ترتیب انتظام، رفتار، گفتار، پندار نیک آموزان. این بسیار برای پیشروی، برای مستحکم داری اویله کمک میکنه. برای همین از همین فرصتی مساعد بسیار استفاده برده. من به هر یک مادر و مادر بزرگان خواهش میکردم که زیباگی سیمو زرو لباس زیبانی در سیمای زیبایی هم رفتار و کردار و گفتار زیبا است. چخیلی که معلومه این در این برآمدشون درش کردن بسیار با مورد بود. باید هر یک مادر برای که خواهد که فرزندش با سعادت عمر به سر برد، خوش روی زندگی به سر برد، باید که هر یک زندگی آمدنمشته تاب آور باشد. برای این اهم میام همین کلان سالو که معامله زیبا کردن در کار، تاب آور شدن در کار، دخترها در روزگار داری، اویله داری، پخت و پس همین وقتشون همین کار به صرف کنن، همین کار به شروع کنن. خیلی کنم ما باشندگان بینوی 20 زنها در این بینوی ما بسیار زنهای برای من استقامت دارند، زنهای سابقه‌دار مهنت، زنهای با آبرو شهرتمند زندگی به سر میبرند. ما فرصت‌های مساعد استفاده بوده با هم جوانان هم صحبت میشیم، خیلی نصیحت و وصیت خود رو دریغ نمیداریم، وای خرد می وای کلامی ما وقتی خودمون رو دریغ نداشته وقتی هم صحبت شده تربیت میکنیم. چطوری که ما در بالا درش کردیم اومدی ایده روز وحدت ملی و ما همین اقدام کردیم. من باید بر تکرار باشم 185 لوجی بینا رو گلپوش کردیم که من با سیمای زیبایی سر رو با یک حسن دیگر بخشیدیم. من در بینوی ما زیاده از یک 30 نمود درختای میوه دهنده های، درختای سوی افکند های که این هم راهگذارها بهره‌مند میشن، هم من باشندگان بهره‌مند میشوند. تمام تاجیکستانیان رو، تمام مادر و مادربزرگان تاجیکستانیان رو با این روز وحدت ملی تبریک و مبارکباد گفته به همه یکدیگر فهمی، دوستی، برادری رو آرزو میکنم. و دستی ماکتابی ای محبت. بیننده‌های عزیز و ارجمند، به صحبت ما این لحظه پیوست میشوند کیمیا خان اسماعیل و نظر شما بابت وحدت، دوستی، همسایه ها، همدیگر فهمی مرمت. خیلی که بزرگان ما سردفتر ادبیات تاجیک ابو عبدالله رودکی گفتند هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان، هیچ تلخی نیست در دل تلختر از فراق دوستانی پرهنر.
یا اینکه زیبونیستا گفتند گلبنی امید را تازه گرداند پیغام دوست، غنچه دل را بشکفاند نسیم نام دوست. دوستی ما از همون مکتب‌های میانده که وقتی که در صنف‌های کوچور تحصیل می‌کردیم، بعد از آن به دانشگاه‌های عالی داخل شدیم و وقتایی که ما تحصیل می‌کردیم آموزگاران بسیار هم بزرگ بودند، هم در مکتب میانه هم در دانشگاه عالی از حیات تجربه‌های خود را با ما می‌آموختند و ما هم بسیار هم می‌خواستیم که مانند آنها شویم. انسان باید همیشه در یک راهی نیک را برای خود جستجو کند و همیشه چخیلی که میگویند تازگی هم از ایمان است. ما باید که خانه دری خود را در هر برآمدشان جناب عالی قید میکنند که ما باید تازگی را از عائله سر کنیم، از خانه دری خودمون سر کنیم، از محله خودمون سر کنیم و عائله که یکی از چیزهای مهمی و می باشد جامعه می باشد و آینده در غیر از عائله ما یا غیر از اون جایی که ما زندگی میکنیم تمام شهر، نه تنها در عائله بلکه در تمام شهر ما با تازگی رعایت میکنیم. ما همچون نسل کلانسال با جوانان میخواهیم که آنها در روحی وطن دوستی تربیت کنیم، چه آنها وطن خود را دوست دارند، وحدت ملی را رعایت کنند. همه این نیکی های دنیا از عائله سر میشه. چه که ما تربیت میکنیم کودکان را و تمامی باشندگان همین اهل زیستمان که همه بچه‌ها با تازگی رعایت میکنند و ما کلانسالان حرکت میکنیم که در آینده آنها دوام دهنده کاری ما باشند. در برنامه ما یک نفر جوان گل دختران نشستند و البته هر یک این جوانان ما در عائله در آینده برای وحدت عائلوی سهم خود را میگذارند. اگر هم دیگر فهمی باشد به قدری وحدت ملی میرسند. یعنی که امروز جوانان ما باید که به قدری وحدت ملی رسند. ما چیکار باید کنیم؟ به قلب جوانان چیها رو ما باید تلقین کرده باشیم که جوانان همین وحدت را، همین سعادت را چون گوهره که چشم ایمن دارد حفظ کنند و هوشیاری و زیرکی سیاسی را از دست ندهند. این البته از عائله سرچشمه میگیرد. نگاه شما 100% آن سوالی که گذاشتید به مورد است. من فکر میکنم امروز جوانایی که امروز همین دوران به زندگی میکنن خوشبخت‌ترین است. بله. ببینید آرامی، ثبات، وحدت، همدیگر فهمی، مؤسسه‌های تا مکتبی، مؤسسه‌های تعلیمی، دانشگاه‌ها، زبان آموزی. و من وقتی که به خواننده ها تعلیم درس میگم خواننده های عزیز اونی که برای ما گفتن همون دوره ما بود، لیکن امروز شما به وقت بیهوده استفاده نمی‌کنید. دانستن زبان کلید همه درها است گشاده می شود. من گفتنی هستم که اون عملی که امروز هر یکی من شما میکنیم، هر یک اعضای حکومت، دولت، کارمند این یا اون ساحه میکنن، نورسا اون دیده کلان میشن، به وایه میرسن، برای خود میگیرن، عملی کردن به کشمین. من هر باری به خاطر آورده میستم میدم بودن روزهای متحش تا مشکلی نباشد موفق شدن ها نیست. امروز بینید سازمان ملل متحد به سخن کردن، ما رو افتخار و آنها قامت ما بلند میشه. چون این سروری تاجیکان دنیا، سروری دولتی ما. آرزو میکنیم پیشوای معظم ملت همه تاجیکان از پس خود برند نمیکنه. ما آرام آسوده خیلی لباسهای ملی ببر تاجیکستان بیشت است. من دوست میدارم. مادران ارجمند، من تشکر میگویم برای صحبت صمیمی. بیایید یک ترانه ناب همراه از حافظ خیلی خوشخوان و معروف جمهوری تاجیکستان عبدالرحمانوف همراه شنویم، بس صحبتمان را ادامه دهیم. مرحمت. رحمت سلامت باشید معلم جان. مادران عزیز، اولا همه شما رو من با ایدی وحدت تبریک میکنم. بگذار همین تاجیکستان عزیز ما و دنیا و وحدت همیشه جاویدان باشد و پایدار باشد. منم در وقتی که در مکتبی جماعتی اونجی رقمی 27 به من 10 سال تحصیل کردگی، استادان بسیار مایه تربیتی درست و برای زندگی ای هر روزه در کار است. چون آب و هوا مایه آموزندگی من برای استادان از فرصتی مناسب استفاده برده رحمت میگم. همشون سلامت باشند، دعاگو باشند.
اینجا من موضوع هایی که شد من خلاصه میگم که فکری خودم برای در زندگی مثلا گریم عذاب نکشتن یا مشکلی ها و دوچار نشدن کدام ساحنده که نباشیم فکری من اول با معیارش همین صبر و طاقت ضرور لیکن معیارش کردیم همین چیزه جوانا من همه ما اگر مادرها پدرها کیم که نباشن تا برداشت خودشان اگر صبر و طاقت برای خودشان گیرن خداخواد همه کارو جامعه عمل میپشه دوامی گپ همین استادامو میگفتن که هر باری همین سخنای استادان من یک بعضی جاها اگر همین موافق همین سخن باشه دیگر من گفته میگذارم برای آدمی مکمل یا پر شدن همین آدم با آ د ا م 4 حرف همین 4 حرف برای ما پر داده بودن آ و آداب د و دانش ا و عقل م و مهنت همین 4 چیز اگر باشد از وی انسانی گویا که کامل وطن دوست پدر و مادر حرمت میکردگی عائله جاش به حرمتش جاش به میماندگی از همش هم با خودش حرمت میکند اگر کدام آدمی که خودش حرمت میکند از وی ما فقط رفتار و کردار و سخنهای نیک میشنویم میبینیم من نیت میکنم که اهل من فرزندای و اهل تاجیکستانیان عزیز ما همین خیلی روزهایی که خوشبختی و خدا رسانده است از همین بهره برن و قدر همین صلح و صلاح و آبادی و رسند زنده باشتون یک سردی شعر از اشعار سفر من با آهنگ در آوردگی من میخواهم برای مخلصان و برای تماشابینان هموطنان عزیز ما همه شمایان به پیشکش نمایم زنده باشتون سلامت باشتون کسی که غم ندارد دل ندارد غمی بیننگ یا جاهل ندارد کسی که غم ندارد دل ندارد غمی بیننگ یا جاهل ندارد غمت را پیش غم نادیده مکشا که تیر عکسی صدا در گیل ندارد غمت را پیش غم نادیده مکشا که تیر عکسی صدا در گیل ندارد به دریای محبت غرقم و دیل چو ماهی رغبتی ساحل ندارد به دریای محبت غرقم و دیل چو ماهی رغبتی ساحل ندارد دلم شد با دلی غمدار واسیل چنان کی جامیانشان قل ندارد دلم شد با دلی غمدار واسیل چنان کی جامیانشان قل ندارد
کسی که غم ندارد دل ندارد، غمی بیننگ یا جاهیل ندارد. غمت را پیش غم نادیده مگشا، که تیر عکسی صدا در گل ندارد. طمع جویان به خود بازار دارند، طمع از مال کس عاقل ندارد. چو پوچی نیست از بالا روی سود، بران آن نودکی حاصل ندارد. کسی گردد پسند خلق دایم، بجز دلها دیگر منزل ندارد. چو پوچی نیست از بالا روی سود، بران آن نودکی حاصل ندارد. کسی گردد پسندی خلق دایم، بجز دلها دیگر منزل ندارد. کسی گردد پسندی خلق دایم، بجز دلها دیگر منزل ندارد. سلام داشت. به دستی ماکتابی ای محبت. عزیزان ارجمند، همصحبت نوبتی ما هستند سابقه‌دار مهنت علوچی معارف جمهوری تاجیکستان شرافت خان تاجیبایو. مهمانان گرامی، با سخن هدیه بانو من باز الهام گرفتم. از آن گفتن که در اینجا طبیعت زیبای خواجه کمال، من از آن فخر میکنم که ما از همه محله خواجه کمالی که در آنجا عمر به سر بردن، برای آن که وحدت ملی در عائله که آغاز می‌یابد یگانگی است، یگانگی از نمونه بهترین پدر و مادر بیبی بابا است. پیش از آن که تربیت کنند کودک رو، فرزند رو، باید خودشون باعث نمونه باشند تا که لباس پوشی، سخنرانی، راه تربیت جستجو کردن، آواز بلند کرده گم نزدن، همین از عائله سر میشه. یکم زینه عائله این عائله است و تربیت عائله است که این جامعه سالمی جمهوری ما از همینجا آغاز می‌یابد. رشد جمهوری از عائله است. برابر همین علاهیده به معارف دقت مخصوص دادن. نه تنها یک پدر و مادر، اونجا مسئولیت شناسی پدر و مادر رو نیز در مکتب جاری کردن. این یک کمک کلانی برای معلم بود که معلم یک جایگی با پدر و مادر فرزند رو تربیت میکنه. این دویم زینه مکانی تربیت مکتب است. در آنجا بچه ها فکرشان سیقل میدهند، با موضوعهای گوناگونی، فنهای گوناگون شناس میشوند. برابر هر یک سخن معلم یک کلمه تربیت رو به خودشان قبول میکنند. از این رو میگن که گفتی معلم این قانون است، خصوصا صنف‌های ابتدایی. برابر این با این قانون نشده پرزیدنت ما به معارف دقت داده، درس عائله داری رو جاری کردن. نه تنها در عائله بلکه در جامعه هم، در بین همصنفا هم همدیگر فهمی دوستی رو برقرار کردن. من عائله داری درس داده میشود، معلمان درس میگذارن، روانشناس نیز هستند، کمکی پدر و مادر و طلبه ها و دانشجو و هم طلبه ها و هم. برابر این معلمانی هستند که درس هنر آموزی میکنند. در هنر آموزشان نمودهای هنرهای گوناگون، نانپزی، سمبوسه پزی، این هم
همه یگانگی دختر و پسری هم صنف را تشکیل میکند. آنها با همدیگر خرید کرده میبیان، خودشون میپزن، معلم نظارت میکنن، با شیشته همهاشون میخورن. این یک عائله دیگری که در مکتب تشکیل کرده میشود. این با غمخوری پرزیدنت ما و دقت مخصوص آن آدم در معارف میشه. ما از این بسیار شدیم که چون میخوام شما گفتم پرزیدنتی غمخور داریم، پدری ملت داریم. ولی بچهای ما هم تو تلویزیون انا به ما بروندن میگه این بیهوده نه، چون که بخشی و میگوییم ما هم میگوییم انا پدری ملت گفته، آنها نیز اما میآموزند. برابر همین پدر و مادر که نمونه شد، اویله و دیگر به هم دیگر فهمی بسیار مستحکم و استوار می شود. چون که همه اول چخیلی که میگوید خواستگار بیاد، پدر و مادر کیست، بابا کیست، گفته میپرسند از همه ها اقدام گرفته پدر و مادر چگونه فرزند نمونه گفته بیم ملو سانی خواستگاری کلین کری داماد قبول میکنند و همه خیلی. بغیر از این دیگر مکتبی که انسان را تربیت میکند این حیات است. دیگرش حیات است که این به شعورناکی بچه لازم که اینه هم پدر و مادر به همه راه روانه میکنند. معلم ها سایقل داده جمعیت شناسی را میآموزند، خودشناسی را میآموزند و برابر همین در جمعیت مناسبت کردن را نیز میآموزند. این هم یک درس است. برای این بچه ها باید فرق کنند که آداب را از بی آداب آموختن این یک درس دیگری عائله‌داری است و تربیت نسلی نورس است. از این رو ما میدونیم که باید خیلی که من گفتیم جای زیست تربیت دهنده باشد، عائله تربیت دهنده باشد، معلمان پیش از همه خودشون نمونه باشد و برابر همین با دل بچه فن خود را جایگیر کرده توانند. من همین اقدام کردی درس عائله‌داری هم گذاشتم بچه ها و راهبر صنف هم بودم. این دوستگی ما سیاحت به یک جا رفتن که آغاز می‌یافت. و می باهای کمال خوجندیال رسم ماهای آمده بچه های شناس کده تاریخی معارف و یا ما کدید فرهنگ ما کدید شناس کدیم و برابر این درس هم با آموختیم. برای می درس ما در خانه ترسونزادوی هم گذشتگی بودیم. همه این راهی تربیه که دلی بچه جایگیر شود. اما اقدام گیرن تاریخ خلق خود را دارن، نتیجه غمخوری دولت را فهمند که همه قدر شرایط برای آنها آموخته است. برابر همین ما بسیارتر حاضر و چخیلی که گفتید دانش از کتاب آموختن رو آموختیم. حاضر در اویلم طبیبانم که دکای جنگ دوستیان پدر و مادر رو که با تلویزیون کم بینن، تلفن کم بینن، بسیارتر کتاب خونن. در حقیقت حاضر مغازه هند بسیار رسما برای بچه های رنگین میکنن، آروم میتین، میسوزن. همه این برای آینده تربیت فرزند، برای آنکه همه خیلی انسان رو آفرید که خودش چیز کرده از حیات عبرت گرفته آینده خودش رو فکر کنه، نه تنها خودش بلکه جستجوی رزق روزی و برابر همین آباد کردن مکان خودش. از این رو یک تا انجینیر، یک تا معلم، یک تا طبیب، همه این شعورناکی انتخابی همین جواناکی این اساسش اولی از مکتب و دانشگاه هم می شود. بنابراین شکر دارم که همه خیلی مملکتی آزاد و آباد و بهشتی روی زمین خوجنده میگن. اون مرکز ما زندگانی میکنیم. صاحب معرفت تاجیکستان با صاحب معرفت شو از قدیم میشناسن. از عصر 10 ما علاقه فرهنگ ما انکشاف یافت که دیگرها از آنها آموختن. از این رو ما 1000 روزی از پرزیدنتمون الهی عمرشون دراز باشد، رزقشون فراوان باشد، اطراف ما پدروار نظارت کنن، پرستاری کنن. شکر که ما همه خیلی مملکتی آزاد به زندگانی که این همه از قدرتی پرزیدنتمون صلح‌پرور برای صلح رو آفریدن. زیر تیر تفنگ و رفته افغانستان و رفته تاجیکای ما آنجا آوردن. این یک قدرتی بزرگی که ناترسانه، قهرمانانه که از همانجا تاجیکای ما آورده صلح و صلاح با وایکده نزدی وطنشون دوشان موندن. دیگر آن که بر همه قدر جاهای کجا که سفر کنن البته اول تاجیکان که بوم میخورن با اونها صحبت میکنن، خصوصا دانشجوهایی که از تاجیکستان رفتن درباره آنها غمخواری میکنن. این هم آن را نشان میده که آدم غمخوار خلق تاجیک هستند. خیالشون که باید که آموزند و همه آموزشون در جمهوری ما جاری کرده خلق ما خدمت کنن، وطن ما خدمت کنن.
و نام تاجیکان رو چخیل که بزرگان نامبرداری کردن این هم دوام دهند. بنابر همین الله سری حضور پرزیدنت ما اصلا باشد میگن چخیل که ما درانه همه ما نیز دست به دعا میبرداریم که پرزیدنت ما امان باشن، صحت سلامت باشن، سلامتشون بر دوام باشد، آبروشون بلند باشد، زبانشون گویایی که روان تیغ رو باشد. چون که دست دهنده، دست صلح‌پرور بلند است. ما دوست داریم اون شخص. ما جوانان از صحبت شما استادان و مادران عزیز یک جهان معنی برداشتیم و ما فهمیدیم که وحدت از عائله سر می شود و به ما مادران و پدران ما نیز می گفتند و می خواهیم که در آینده به تاجیکستان عزیز خدمت های ارزنده نماییم. من جهانی سپاس می گویم برای یکایک شما، برای اشتراک فعالانه، برای اینقدر سخنهای بیکر، اندیشه های سازنده. تمنا می کنم که مادران همیشه نوای وحدت سرایند، همیشه در خاندانشان آبادی باشد، تنجی باشد، آرامی باشد. تنها مادران برای سعادت فرزندان خیش کوشش کرده باشند که آن هم آبادی باشد، پیشروی باشد. تمنا میکنیم که جوانان ما در پیروی با شما استادان ارجمند در کار و پیکار خیش همیشه استوار باشند، همیشه عائله‌شان پایدار باشد، همیشه از خود برای آبادی وطن، برای آسودگی خاندان خیش سهمی ارزشمند گذاشته باشند. بیننده‌های عزیز و ارجمند، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. آفتابی محبت در خاندان شما همیشه نور پاشی کند، سوخ و سعادت در خاندان شما همیشه پایدار باشد. تمنا میکنیم که فرزندان شما شایسته به وایه رسند، نامبرداری ملت باشند تا دیدن دیدار سربلند و سعادتمند باشید. به دل آفتابی ای محبت، به دل آفتابی ای محبت، به دست ما کتابی ای محبت، به دست ما کتابی